چرا بهت خون نزده بودن عباس تو راه بیمارستان؟ گفته بودن نمیمونه دیگه تمومه. به پرستارا گفتم عکس صورتمو بهم نشون، یکی میگفت دوربینم خرابه، یکی میگفت اینجوری. تا روزی که از آی سی یو رفتم تو بخش، یواش از جام بلند شدم رفتم جلو آینه، گفتم این من نیستم، آینه داره اشتباه میکنه، من اشتباه نمیکنم. عاشق شدی تا الان؟ عاشق؟ یه دفعه من گفت میخوام باهات ویدیو کال کنم صورتتو ببینم. بعد اینکه منو دید یه دفعه قطع کرد. من فکر کردم اینترنتش قطع شد. گفت نه دیگه نمیخوام باشم. به خاطر اون من چت کردن یاد گرفتم. میخوابیدم گوشیو میذاشتم زمین باهاش چت میکردم. تا روزی به خاطر اون چت کردن با همین دستور یاد گرفته بودی. آفسرا همیشه تنهایی قصه میخوریم، تنهایی گریه میکنیم، جوری که هیچ کس باورش نمیشه پسرا گریه میکنن، پسرا احساس دارن.